سلام، به ویدیوی جدید کانال کجا بریم خوش اومدین. امروز میخوایم بریم یه تور خفن به چند تا جزیره خصوصی که مخصوص پولدارای کله گنده است. ولی نگران نباشین، ما فقط با زبون میریم و برمیگردیم. چون قیمت یه شب موندن اونجا میتونه آدمو مستقیم بفرسته پیش دکتر قلب. بریم ببینیم این بهشتای خصوصی چه شکلیه. خب بچه‌ها، اولین توقف ما توی باهاماسه، جایی که بهش میگن جزیره موشکای. اینجا مال جادوگر معروف دیوید کاپرفیلده. چقدر اسمش سخته. خب خلاصه قیمت یه شب اقامت اینجا حدود $42,000. خب بیایم به تومن حسابش کنیم، یه چیزی حدود 2,100,000,000 تومن میشه. یعنی با پول یه شب خوابیدن اینجا میتونید یه آپارتمان نقلی تو تهران بخرید. اینجا 11 ویلای سوپر لاکچری داره، هر کدوم انگاری قصری وسط بهشته. آب شفاف، شن سفید و پرایوسی کامل، یعنی هیچکی اون دور و بر پیدات نمیکنه. خب شما رو یه چند دقیقه‌ای برای لذت بردن از تصاویر تنها میذارم. اما یکی از جاذبه‌های این جزیره که مجسمه مری مید یا همون دختری که تو تصویر می‌بینید و پیانوی زیر آبه. این اثر هنری زیرآبی توسط جیسون تیلور ساخته شده و جادوگر معروف دیوید کاپرفیلد اونو خریده و فرستاده زیر آبهای جزیرش. حالا هدفش چی بوده؟ هدفش این بوده که یه منظره فوق واقع‌گرایی برای خواص‌ها ایجاد کنه. حالا اینکه واقعاً تنها هدفش همین بوده رو کسی نمیدونه. میگن که کاپرفیلد خودش یه سری حقوق‌های جادویی فقط برای مهموناش اجرا میکنه. فکرشو بکن، داری لم میدی کنار دریا، یهو لیوان نوشیدنیت غیب میشه. خب حالا پرواز کنیم به کارائیب. اینجا میرسیم به جزیره کایو اسپانتو. قیمت یه شب اقامت اینجا حدود $3,500. یعنی تقریبا به پول ما میشه 175 میلیون تومان. این یکی خیلی ارزون تر از موشکاکای به نظر میاد. اینجا فقط 7 ویلا داره. هر کدوم دقیقاً روی آب ساخته شدن. یعنی تک تک این ویلاها ویوی فوق‌العاده‌ای دریا رو دارن. توی این جزیره همونجوری که انتظار میره، آشپز اختصاصی، پیشخدمت شخصی و همه چیز انگار فقط و فقط برای تو آماده شده. خب شما رو یه چند دقیقه‌ای برای لذت بردن از این جزیره تنها میذارم.
خب بچه همچنان توی کارائیب هستیم. این بار میریم سراغ جزیره گوانا. قیمت هر شب اقامت اینجا حدود $6000. یعنی به پول ما میشه تقریبا 300 میلیون تومان. با این پول تو ایران میشه یه پراید خریدا. میتونیم باک بنزینش هم پر کنیم. اینجا یه جزیره خیلی خاصه، چون هم جنگل داره، هم کوه، هم سواحل فوق‌العاده. یعنی همه چی رو با هم داره. کل جزیره دست یه خانواده است و فقط 30 تا مهمون میتونن همزمان اونجا باشن. یعنی یه جورایی این جزیره سوپر VIP. جالب اینجاست که اینترنت اینجا خیلی ضعیفه. پس نمیتونی استوری بذاری. فقط باید بشینی و طبیعت رو نگاه کنی. واقعا VIP. ولی بیاین یه صحبت جدی داشته باشیم بچه‌ها. جدا فکر میکنید پولدارا چرا انقدر هزینه میکنن تا فقط چند شب تو همچین جاهایی باشن؟ جایی که درست خوشگلن، خیلی هم خوشگلن، ولی واقعا اگه اهل دیدن همچین مکانایی باشین، حالا تو واقعیت فضای مجازی، میدونین که قشنگتر از این جاها هم داریم. ولی اونا حاضرن هزینه‌های سنگین بکنن و اینجا باشن. دلیلش فقط و فقط پرایوسی اینجا هست. و از وقتی که دارم این ویدیو رو آماده میکنم، دارم به این فکر میکنم که چقدر قشنگه که آدم انقدر موفق شده باشه، انقدر شناخته شده باشه که به خاطر چند شب پرایوسی، چند شب تنهایی، فرار از شلوغی زندگیش اینجوری هزینه کنه. خیلی قشنگه ها. البته بعد منفیش هم هستا که آدم حالا به خاطر معروفیت و موفقیت و شلوغ بودن زندگیش هیچ حریم شخصی نداره، میشه به حریم شخصیش تجاوز میشه. ولی من واقعا دوست دارم به بعد مثبتش نگاه کنم. دنبال موفقیت باشین بچه‌ها. نترسین. موفقیت باور کنید فقط دست خلافکارا و رانتخارا نیست. اگه تو رو این ویدیو کلیک کردی و داری نگاش میکنی، یعنی تو سرت هست. یعنی تو هم دوست داری همچین زندگی داشته باشی. پس واسش تلاش کن. نترس. و اما آخرین مقصد ما، یکی از جزایر مالدیو. قیمت هر شب اقامت اینجا حدود $3000 که به پول ما میشه 150 میلیون تومان. این یکی جزیره رویاییه، چون خونه‌هاش روی آبن و مثل قایق چوبی طراحی شدن. خیلی رمانتیک و آروم. بریم با هم داخل این اتاقا رو ببینیم. از اتاق میای بیرون، یه راهروی چوبی داری که مستقیم میره وسط دریا، که اینجا الان میبینینش. اینم داخل یکی دیگه از اتاقاشه.
اینجا سرویس بهداشتیشو با هم میبینیم. سرویس بهداشتیش از خونه خیلی همون خوشگل‌تره. دقت کردین؟ شوخی میکنم. خب رفقا، ما امروز یه تور زدیم به 4 تا از جزیره‌های لاکچری دنیا. از موشکای با شبیه 2 میلیارد گرفته تا این یکی جزیره که 150 میلیونی بود. حالا شما بهم بگید اگه پول نامحدود داشتید کدوم یکی از این جزیره‌ها رو انتخاب می‌کردید؟ حتما برام کامنت کنید که ببینم سلیقتون چطوریه. و یادتون نره اگه از این سفر مجازی خوشتون اومد حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهای بعدی از دستتون نره. تا ماجراجویی دیگه، خدا نگهدار.